در عصری که تکنولوژی رقمی ما را احاطه کرده است، فراموش نباید کرد که برای کودکان حرکت و بازی بیرونه نهایت مهم است. کودکان سن 3-7 ساله پر از انرژی و کنجکاوی هستند. نشستن در جای یکتا مدت دراز برای آنها دشوار است. از این رو هر روز کوشش کنید که فرزندتان وقت نظررسی را در بیرون از خانه در هوای تازه و با حرکت فعال گذراند. این میتواند در حوله گشت و گذار با ولسیپد یا سمکت باشد، در میدانچه کودکانه دو تو بازی کردن باشد یا حتی به باغ رفته قطعه میدانچه را کشف کردن. بازی بیرونه نه تنها موشک‌های کودک را قوی میکند، بلکه شور و شادی روانیش را تامین میکند و هم اشتهایش را میکشاید. شاید خود شما پی بردید بعد نیم ساعت دویدن در حالی چگونه کودک شما گرسنه شده خوراکش را با اشتها میخورد و شامگاهان بهتر میخوابد. این تصادفی نیست. در حقیقت طبق تحقیقات بین المللی کودکان تا 5 ساله باید در یک روز نه کمتر از 3 ساعت حرکت کنند که از این 1 ساعتش فعال باشد. متاسفانه امروز برخی از کودکان قسم زیادی روز را در نزد تلویزیون یا نشستن میگذرانند که میتواند به فربهی و ضعف موشک آورد. خوشبختانه در تاجیکستان تا حال کودکان کوچه بازی را دوست می‌دارند. در دهات کودکان به طبیعت نزدیکترند، کوه می‌برایند. در شهرها هم میدانچه‌های کودکانه باغ‌های فرهنگی هستند. باید از آنها استفاده بریم. یک ایده خوب این جلب کودک به یگان شغل ورزشی ساده است. مثلا به حوض برای شناوری بردن اگر دسترس باشد. بسیار کودکان آببازی را دوست می‌دارند و شناوری را زود می‌آموزند که برای سلامتیشان فایده آور است. برخی مکتب‌های ورزشی گروه‌های تا مکتبی دارند. رقص کودکانه نیز شکل دیگری فعالیت جسمانی است. اگر پسرتان به رقص مثل برباد مایل نیست، دخترچه‌ها به بالت کودکانه یا رقص ملی شاید هوسمند باشند. همه این فعالیت‌ها نه تنها جسمانی بلکه اجتماعی نیز فایده آور هستند. کودک با همسالان خود مشق میکند، ترتیب و انتظام گروهی را میآموزد، مربی را گوش میکند. قسم دیگری فعال بودن بازی در خانه می باشد. روزهای بارانی یا سردی کودک را می توانید در خانه حرکت دار نگاه دارید. با هم قرصک بازی یا مانع های کوچک سازید. مثلا از بالای بالشتا جهیدن، از زیر میز خزیده گذاشتن. اینها به مانند کورس های مانعند و برای کودک جالبند. توازن را نیز فراموش نباید کرد. بعد از وقتی حرکت زیاد، وقتی استراحت و کتابخوانی نیز باشد. لیکن امروز مشکل بسیاری ها برعکس است. کودک کم حرکت میکند، زیاد میشیند. اگر این در مورد شما نیز درست است، به خود هدف گذارید. هر روز حداقل 1 ساعت فرزندمان را به بیرون میبریم. حتی اگر خودمان سیرکار باشیم هم نتیجهش را در چند هفته میبینید. فرزند آرامتر، خوشخوتر و سالمتر می شود. فرزند شما چقدر در بیرون بازی می کند؟ شاید به یگان سکشن ورزشی می برید یا در حوله با همسالان می چرخد. شما چگونه او را تشویق می کنید که بیشتر حرکت کند و نشستن را کمتر کند؟ شرح شما را در کامنتاری انتظاریم. دوستان گرامی، یادآور می شویم که شریک برنامه ما شرکت لین دیوید می باشد. لین دیوید برای تمام عائله.